الله تعالی در سوره ابراهیم آیت 37 نقل میکند از ابراهیم علیه السلام که امامی یگانه پرست ها هستند. ابراهیم علیه السلام یهودی نبودند، نصرانی نبودند. دیروز بعض دین ستیزا حضرت ابراهیم یوری میگود، الله تعالی صراحتا میگود که ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی. حضرت ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، ولکن کان حنیفا مسلما ولم یکن من المشرکین. او حنیف بود، مسلمان بود، مشرک نبود. یهودها عزیر را پسر الله گفتند، مسیح را پسر الله گفتند، اما ابراهیم یگانه پرست بودند. الله تعالی از حضرت ابراهیم که اساسگذار بنای کعبه و می شود گفت اساسگذار عبادت حج هستند نقل کرده میگوید که وقتی که حضرت ابراهیم همسرشان هاجر و فرزندشان اسماعیل رو به روبروی دری کعبه، امروزه جای دری کعبه تقریبا نزدیکی های مقام ابراهیم همون جاها آورده ماندند زن و فرزند خود را. بعد برگشتن به کنعان، به فلسطین و حضرت هاجر گفتن که تو ما رو به کی ترک میکنی؟ حضرت ابراهیم گپ نزدن. اونجا یگان پرنده زندگی نمیکنه، حیوان زندگی نمیکنه، یا زراعتی نمیسبزید، یک آبی نبود، چیزی نبود، آدم نبود و همونجا آوردم. باری سیوم وقتی که پرسیدن که تو ما رو به کی ترک میکنی؟ به الله ترک کرده رفتی؟ تو ما رو در این بیابانی خشکی خالی، خانه ندارد، در ندارد، کمتر خرمایی و کمتر آب کتی ماندن و رفتن. برای کی ما رو تو ترک کرده رفتی؟ به کی ما رو، یعنی در نزد کی ما رو امانت میمونی؟ مگر الله تو رو امر کرد؟ گفتن بله الله ما رو امر کرد. بعد حضرت هاجر گفتن که اذن لن یضیعنا الله تعالی، این خیلی باشد الله تعالی ما رو ضایع نمیکنه، یعنی بی‌پروایی نسبتی ما نمیکنه. خاطرشان جمع شد و حضرت ابراهیم به پشت کوه گذاشتن، از نظر هاجر غایب شدن و دستی به دعا برداشتن. ببینید تقریبا 4000 سال پیش، ممکن 5000 سال، حضرت ابراهیم دعا کرد. دعاشونه کو بینید چی قبول شد یا نه؟ گفتن که ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگارا من ذریت خودم را، یعنی همسر و فرزندان خودم را در نزد بیتک الحرام، خانه تو، یعنی خانه الله تعالی، به این معنی که الله تعالی خانه از آن الله تعالی باشد، ولی از روی ملک و استحقاق تمام ملک و تمام دنیا از آن الله است. جان ما در دست الله است. الله تعالی ما را یک قطره آب آفرید، پدری ما حضرت آدم را از خاک آفرید. ما همه از آن الله هستیم و ما همه به سوی الله برمیگردیم. خانه ها، ملک ها، زمین ها، دریاها همه از آن الله است. کان های و معدن ها، مال و ملک همه از آن الله است. لیکن این خانه از آن الله است به این معنا که نه از روی اینکه الله در اینجا زندگی میکند یا نعوذ بالله، بلکه از روی اضافه تشریف میگن. خانه الله، خانه رو به سوی الله اضافه میکنیم، نسبت میدیم، همچون اضافه تشریف، همچون شرف، همچون آبرو خانه الله گفته میشد. خانه ای که الله تعالی در اینجا ذکر کرده میشد. حالی خانه بنیاد نبود در زمان ابراهیم. وقتی که اسماعیل نوزاد کودک است، او اسماعیل 12 ساله بود، همراه ابراهیم علیه السلام به بینای کعبه یاری داد. حالی کعبه نیست، لیکن حضرت ابراهیم گفت که من همسر و فرزندم را در نزد بیت الله المحرم، خانه حرامت، خانه ای که در اینجا بسیار کارا ممنوع هست، گذاشتم، ترک کردم. اهمیت برادرها، خواهرای عزیز، حضرت ابراهیم پیغمبر الله چی دعا کردن؟ زن و فرزندشون یک خیمه نداره در قلعه،
کمکک آب دارد، کمکک خرما دارد. اون خرما یا آب امروز تمام میشد، پگاه چی میخورن اینا؟ حضرت ابراهیم به مسافه 1000 کیلومتر یا 2000 کیلومتر سفر میکنن. 2000 ممکن 3000 هم باشه، چون که از مکه تا ریاض 1000 کیلومتر خودش، از ریاض تا تبوک 700 کیلومتر، قریب 1000 2000. از اونجا با اردن میگذارید، بعد فلسطین میدراید، قریب 3000 کیلومتر میبرند. اینجا یگان کس نیست که نگاه بینی کند به اینا، یا یگان کار نیست که کار کرده پول کار کرده بیان خودشون تامین کنن حضرت هاجر. اقل یک خیمه ندارن. شما اگر همسر و فرزنداتون به یک خیلی جا گذارید چی دعا میکنید از الله تعالی؟ ببین حضرت ابراهیم 3 چیز را پرسیدن. اول گفتن که پروردگار من همسر و فرزندان خودم را در همین نزد خانه حرام تو، در نزد خانه مقدس تو گذاشتم. ربنا لیقیموا الصلاة. ای پروردگار ما برای اینها توفیق ده که اینها نماز را برپا دارند. توفیق بندگی ده که اینها نماز خوانند. ببینید اگر نماز خواند دیگر کاراش خوب میشد است. این دلالت میکند که بنابراین پیش از آن که به رزقش اهمیت دهید، به زن و فرزنداتون به نمازش اهمیت دهید. خودتون در روسیه هستید، در دیگر کشورها هستید، هر نمازش باید پرسیده استید. عصر خواندی، شام خواندی، خفتن خواندی، علاجش باشد نمازش به من رسمش گیر پرتا. ربنا لیقیموا الصلاة. ای پروردگار اینا نماز برپا دارند، یعنی برای اینا توفیق ده که اینا نماز خوانند. بعد دویم دعا فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. دلی مردم به سوی اینا گرم کن. دلی مردم، آدم های دلش به سوی همین ها گرم کنه، یعنی همین شهر به گرم کن که از دور و نزدیک آدم بیاد. ببینید در اینجا هم رزق نپرسیدم. رزقی بی آدم اونجا زندان است. اگر هیچ کس نباشد آدم زندگی کرده نمیتونه بی آدم. در یک بیابون بی آدم اگرچه رزقش باشدم و اونجا آب و طعامش باشدم دور و دراز زندگی کرده نمیتونه. بنابراین گفتن که فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. نماز خوانند. گفتن ببینید همین فرزندای اسماعیل یعنی صاحبان مکه اینا آنها نماز در بهترین بقعه میخوانند. بعد گفتن که دلی آدم‌های به سوی اینا گرم کن. دلی مردم مسلمان دنیای به سوی اونها گرم کردن به ما رکلام کردن یا تشویق کردن حاجت نداره. این دعای حضرت ابراهیم او 4000 سال پیش دعا کردگی. اگر این قرآن دروغ باشد، این شریعت دروغ باشد، این شریعت موردی استهزای و مسخره شما قرار گرفته باشد، این شریعت دروغ میشد. ببینید حضرت ابراهیم 4000 سال پیش دعا کردن که دلی مردم رو به اینجا گرم کن. هر یک مسلمان حتی همین بی‌نمازها هم میخواهد یک بار زیارت خانه کند، میخواهد یک بار کعبه رو بیند از نزدیک. دلی مردم رو به این خانه گرم کن. این دویم دعاشون. بعد سیوم دعا ورزقهم من الثمرات. از میوه ها اینها رو رزق ده لعلهم یشکرون. یعنی این نعمت های به اینها فراوان کن تا اینکه اینها شکری تو رو به جا آورند. ورزقهم من الثمرات یعنی میوه ها رو فراوان کن. گفتن مکه شهری که آبی جاری ندارد، عبارت از کوه هست. حالا این بسیار مهمان خانه ها را من حاجی ها میبینن کوه ها رو کنده در مدت 4-5 سال به جای همون کوه عمارت میسازن، مهمان خانه میسازن. شهری که کوه هست، لیکن میوه ها از تمام کشورهای دنیا، حتی میگن که از وقتی اینکه به زمین کنده میشد و دی 4 ساعت واردی مکه میشد. 4 ساعت پیش در داخل زمین بود، بعد 4 ساعت واردی مکه میشد. تمام نمودی میوه هست. میوه هایی که در جاهای ما نیست هست، میوه هایی که در جاهای ما هست همش اونجا هست. خواه زردالو باشد، خواه انار باشد، هر چیزی که ما داریم اونا دارن، هر چیزی که اونا دارن ما نداریم.
این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام است که حالی نو تاریخی اولی پیدایش کعبه کسی نبود، فقط هاجر و فرزند شیرخواره اشون حضرت اسماعیل بودن. حضرت ابراهیم اینو ترک کردن، رفتن به نزد خانهشون و دیارشون، اصلی دیارشون. و این یک سرشوی مکه هست. امروز اکنون بینید